میشه بستنی زمستونی درست کنی؟ رو چشم عشق دادش. خانواده شکلات چاکلت زاده رو بیارش با تیکه تیکه کردن و آب کردنشون نشون بده با این اعصاب و روانت میتونی جوکر داستان تو باشی. خیلی کثیفی جوکر. ظرف همسایه رو بیار 4 تا سفیده یومورتا رو از زرده جدا بنمای. بعد اینقدر بزنش بنده خدا کف کنه. کفیدم. 3 قاشق پودر قند و یه ریز وانیل. بعد بذارش رو بخار آب و با یه جمله سنگین میگن قلب و سخون نره. پس اینا چیه که توش میشکنه؟ حلالت بعد کفیدم. یکم پودر ژلاتین بنماری و آب لیمو. حالا مواد تو بریز داخل مشمع فریزر و پسرمو یه اورو رو وارد داستان کن. حالا مواد تو پایپ کن رو بیسکویت و نیم ساعت بذارش یخچال خنک بشه. حالا داخل خانواده چاکلت زاده غرقش کن و بیه بستنی زمستونی ما آماده است. یه سریا اینا میخورن با چای تو بغل یار، ولی من و تو اینا میخوریم بعد خستگی کار. نوش جونتون.